یه سری اشتباهات پرتکرار هست که کسایی که میخوان امتحان بدن روز آزمون خیلی از این اشتباهات رو انجام میدن و باعث رد شدنشون میشه. تو هم اگر امتحان شهری داری و میخوای این اشتباهات رو مرتکب نشی، این ویدیو رو تا آخر ببین. خب را بیفت بریم. یکی از مشکلاتی که همه برای شروع حرکت دارن اینه که افسر بهش میگه را بیفت، فکر کرد همون لحظه که افسر میگه همون لحظه باید شروع حرکت بشه. آقا 2 ثانیه وایسا، اصلا مشکلی نداره، فقط درست شروع حرکت کن. این که شما 1 ثانیه 2 ثانیه دیرتر راه بیفتی خیلی بهتر از اینه که خاموش کنی. حالا چیکار کنی که این خاموش کردن اتفاق نیفته؟ اگه تو سطح صاف ماشینت وایستاده میخوای شروع حرکت کنی، اول گازتو بده، بعد کلاجو بیار بالا. همینجوری کلاج یهو خالی نیاری بالا، چون ماشینت 100% خاموش میکنه. اگر هم توی سربالایی هستی که نیم کلاج سربالایی رو برو. این عجله‌ای که شما دارید وقتی افسر میگه راه بیفتید باعث میشه ماشینتون خاموش بشه. پس به این نکته خیلی توجه کنید. خب حرکت رو ادامه میدیم. بزن دنده 2. آقا دنده دادن اصول داره. افسر بهت میگه برو دنده 2، شما باید ماشینت رو به اون سرعت دنده 2 برسونی، گاز بدی، بعد بری دنده 2. اکثرتون دنده 1 که راه میافتید افسر مخصوصا بهتون میگه بده دنده 2 که ببینه شما اصلا با مفهوم دنده عوض کردن آشنا هستید یا نه. برای اینکه شما دنده‌تون رو اضافه کنید باید سرعت ماشینتون بره بالا، دور موتورتون به اون حد تعویض دنده برسه، بعد وارد دنده بعدی بشید. نه اینکه افسر همین گفت بده دنده تو شما همون یکو بدید و در صورتی که هنوز نرسیدی به شرایط تعویض دنده. پس چه کار میکنی؟ زمانی که افسر بهت گفت برو دنده 2، زمانی که تو دنده 1 داری حرکت میکنی، یه مقدار گاز تو اضافه کن، بذار دور موتورت برسه تا نزدیک 3، بعد دنده رو بیار وارد 2 بکن. اونجوری اون نکته پوان مثبتی میشه برای شما پیش افسر، دیگه برات اون رو جزء اشتباهاتت حساب نمیکنه. خب میخوام یه کمی جلوتر وایسیم. همینجا توقف کن. اینجا دور بزن. ببینید توی رانندگی یک سری محدودیت ها وجود داره که شما نباید اون کارا رو انجام بدید. برای مثال شما جلوی پر پارکینگ اجازه توقف یا پارک کردن ندارید، یا روی خط ممتد اجازه دور زدن ندارید، جاهایی که بوق زدن ممنوع اجازه بوق زدن ندارید. افسر یک سری از این جاها به شما این کارا رو میگه، میخواد ببینه شما نسبت به اینا آگاه هستید، یعنی اصلا چیزا رو میدونید این ممنوعیت ها رو یا نه. شما جلوی پارکینگ اگر پارک بکنید براتون خطا محسوب میشه، ممکنه باعث رد شدنتون توی آزمون بشه. یا روی خط ممتد شما اجازه دور زدن ندارید. حالا زمانی که افسر به شما میگه این کارا رو انجام بدید، به فرض داره بهتون میگه جایی که خط ممتد دور بزنید یا جلوی در پارکینگ وایستید، حتما باید از افسر اجازه بگیرید، یعنی بهش بگید که شما متوجه این ممنوعیت هستید و با اجازه اونه که شما این کار رو انجام میدید. در غیر این صورت ممکنه برای شما خطا ثبت بشه و باعث رد شدنتون بشه. با این ماشین پارک دوب بزن.
حالا دنده عقب برو. مورد بعدی که خیلیاتون توش مشکل دارید و این باعث رد شدنتون میشه، افسر به این خیلی دقت میکنه. زمانی که از شما پارک دوبل میخواد، گفتیم اگر ممنوعیتی از پل پارکینگ است حتما بهش بگید. بعد که پارک دوبلتون رو میاید انجام میدید، زمانی که ماشینتون صاف شد حتما توقف کنید. جایی که ماشین صاف میشه پارک دوبل شما تمومه، با همون فرمون ادامه ندید، نرید ماشین رو کج نکنید. کار بعدی که افسر از شما میخواد ببینه حواستون هست یا نه، که خیلی ها این نکته رو حواسشون نیست. پارک دوبلتون که تموم میشه، ماشینتون هم صافه، حالا افسر بهتون میگه اینجا دنده عقب بیا. اونجا میخواد ببینه که شما فرمون ماشینت رو صاف میکنی یا نه، یا با همون فرمون میری. اگر فرمون ماشین رو صاف نکنید، ماشین شما با همون فرمون به سمت بیرون، به سمت خیابون کج میشه. اینجا احتمال رد شدن دارید یا احتمال داره براتون خطا ثبت بکنه. هر جایی که ماشینتون صاف شد توی پارک دوبل، همونجا توقف میکنید، فرمونتون رو 1.5 دور به سمت مخالف میچرخونید، به سمت راستتون اگر که پارک دوبل از سمت راسته. بعدش دنده عقب رو میرید که ماشینتون صاف حرکت کنه. پس به این نکته خیلی توجه کنید. خروج از پارک بزن، بیا بیرون. مورد بعدی، زمانی که افسر به شما میگه که شروع حرکت انجام بدید. حالا این شروع حرکت ممکنه با خروج از پارک همراه باشه، همونطوری که دیدید، یا پارک دوبل انجام شده توسط نفر قبلی، حالا شما باید خروج از پارک بزنید. برای این خروج از پارک افسر خیلی دقت میکنه که شما برای خروج از پارک نقطه کور رو چک میکنید یا نه. زمانی که میخواید بیاید بیرون از پارک، ماشینتون که یه زاویه 30 درجه گرفت، توقف میکنید، حتما سرتون رو برمیگردونید، نقطه کورتون رو نگاه میکنید به سمت چپ، بعدش حرکتتون رو ادامه میدید. در غیر این صورت احتمال ثبت خطا وجود داره براتون، احتمال رد شدن دارید. پس به این نکات خیلی توجه کنید. ماشین رو خاموش کن، پیاده شو. آخر آزمونت میرسه، خودت هم به نظر خودت هیچ اشتباهی نداشتی، به امید اینکه دیگه الان میری پرونده رو میگیری و برات زده قبول شدی، خوشحال. افسر بهت میگه پیاده شو، همینجوری در رو وا میکنی پیاده میشی، همونجا ردت میکنه. موقع پیاده شدن شما تمام مراحل رو باید انجام بدید. فکر کنید هنوز جزئی از آزمونتون مونده، یهو پیاده نشید نرید. مراحل پیاده شدنتون باید به چه شکلی باشه؟ در رو باید با دست چپتون این دستگیرش رو نگه دارید، با دست راست در رو باز کنید. قبل از اینکه در رو باز کنید حتما سر رو برگردونید، پشت رو نگاه کنید که یه وقت ماشینی نیاد، آینتون رو چک کنید. بعد با خیال راحت میتونید برید و این مورد رو هم پشت سر بگذارید. این مواردی که بهتون گفتم اشتباهات پرتکراریه که افرادی که میخوان گواهینامه بگیرن روز آزمون این اشتباهات رو انجام میدن. موارد دیگه هم هستش که من براتون اصلی ترین هاشو تو این ویدیو گفتم. شما هم توی کامنت ها بهم بگید که کدوم یکی از این موارد رو انجام دادید و باعث رد شدنتون شده. ممنون از توجهتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.